درود بر شما مخاطبین 100%. ملایر میزبان مسابقات قوی ترین مردان ایران هستش. از امروز دوشنبه مسابقات شروع شده تا جمعه ادامه داره. ساعت 10 صبح ها دیگه قبل از آیتم میخوای بزنی اول باید پر کنی بدنو. برنج باید باشه. آره برنج و جوجه فقط. هوس کردی برید دو تا اینا رو بزنیم واقعا، ولی نمیتونن دیگه. پیر شدیم آقا دیگه، آماده نیستیم اونقدر که بتونیم وزن اینا رو بزنیم. من 2 هفته قبل از بازی پیگیر بودم این زمان بازی کی شروع میشه. تمام کشور ببینن که ملایر چه امکاناتی داره. ما میبینیم دیگه بین بچه‌ها هستی که میگن روز دوشنبه بریم نگاه مسابقات مردان آهنین کنیم. این خودش یه جلوه خوبی داره واسه ورزش و جوونه شهرمون. باعث افتخاره. من مثبت 110 کیلو. مثبت 110 ان شاء الله. روز آخری شما گذاشتی اون موقع. میزبانی چطور بوده تا الان؟ میزبانی عالی بود. اهل مصاحبه نیستی تو نه؟ نه. چرا؟ بلد نیستم. تو لیفت رکورددار ایرانه. ماشاءالله. قهرمان 80 کیلو قوی ترین مردان جهان. بیشتر هدف ما از مسابقات اینه که 4 تا پهلوان مثل آقای قاراچارلو، آقای فاطمی و اینا رو ببینیمشون. امیدوارم همه قلب. از کجا آمده؟ من از جاده ثابت دادم. کربینا مصرف می‌کنیم که بعدمون برگرده. ملوان زبل یادت میاد یا نه؟ آره. اسفناجر این کارو اونو میکنه یا نه؟ من سنم کمه، اونا یادم نمیاد. اینا سنشون بالاست. باز میکنن لرستان و قزوین. تنها نماینده ملایر آقای سامان اسدیه که شرکت کرده، انشالله بتونه پیروز باشه. چه دسته‌ایه؟ دسته 92. کلا یه ورزش پهلوونیه. آدمایی هم که داخلش همه مرام پهلوونی و کردار پهلوونی دارن. من بهترین رفیقامو همین تو این ورزش و تو باشگاه و اینا پیدا کردم. از استان آذربایجان شهرستان بنا. ماشاءالله. چند نفری از گروهی که آمدی؟ دور 40 نفر هست. ماشاءالله. من به شخص پارسال اومدم بالای 10-15 تا رفیق پیدا کردم. این برا من مونده. استان البرز شهر مهدش. ماشاءالله. دیدم جای پنگ کردین و کی وقت خوردن اون موقع بیاین؟ یه 5 دقیقه دیگه. 5 دقیقه دیگه.